با سلام خدمت دوستان، میرسیم به حل سوال کنکور فنی 1403 از کتاب دانش فنی پایه. گفته که اگه دمای سیم رسانایی به طور 50 متر، خب ال رو طبیعتا بر ال طول رو داده 50 متر، سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع و مقاومت ویژه رو هم داده 200. خب از 10 درجه به 35 درجه مقاومت الکتریک چند اوم خواسته. خب فرمول مقاومت رو میدونیم که رو هست R هست رو L به روی A. خب رو داده 200، طول رو داده 50 متر و سطر مقطع رو داده 5/2. 50 ضرب در 200 میشه، با این 100 ساده میشه، صورت کسر میشه 1، مخرج رو اگه دور به دور نزدیک بگیریم میشه 2/5 یا همون 4/10 اوم میشه. خب تغییرات دما گفته که از 10 به 35، پس تغییرات دمامون 25 درجه میشه. آلفا رو هم داده 4000. خب فرمول مقاومت جدید بعد از تغییر دما آر صفر یک به اضافه آلفا دلتا تتا بود. جاگذاری میکنیم. مقاومت اولی رو 4 پیدا کردیم، یک به اضافه آلفا رو داده 4000 و دلتا تتا رو هم به دست آوردیم 25. خب 25 4 100 میشه، اینجا میشه 1/10. با این 1 میشه 1/1، با این 4 میشه چند؟ یعنی 4/10 ضرب در 1/1 که میشه چند؟ 44 صدم و گزینه 2 جواب میشه.